آقای طرحی دادن توی مجلس که دختران باید برن سربازی و 30,000 نفر اینو امضا کردن. یه دقیقه تصور کن پادگان دخترها رو. چه وضع موهاتونه؟ همه فردا موها رو با 4 میزنن ها. نه تو رو خدا من تو خدا دختر پوتینه چرا واکس نداره؟ به خدا خسته بودم، حوصله نداشتم. دور صبحگاه سینه خیز، سری شبنم بیا اینجا، تخته چرا آن کار نیست؟ یه شونه بردار، پتوتو شونه بکش. نمیخوام، شب خوش. شب خوش چیه؟ اصلا قهرم. 72 ساعت بازداشت. محسا بیا اینجا، شنیدم تو 400-500 تا رابطه رو به هم زدی، زیرآبزن خوبی هستی، تو واسه کارگزینی. فاتی تو هم شنیدم خیلی بدبخت بودی، از رابطه شانس نمیبردی، کلا شبا بیدار بودی. واسه پاسبخت قاصد و سکینه بندانداز، فاتی کماندو، کلثوم آدم خار. بلند شید ببینم. ما دیگه خسته شدیم بابا، ما نمیتونیم. تو رو خدا. بلند شید برید سلف نهاره. ما این چیه؟ اسم این چیه؟ فاتی پلوه. من نخوردم، این چرا این شکلیه؟ خدایا تو رو خدا. دیلا پوتیناتو کش کردی چسما. دور صبحگاه کلاغ بر. تو رو خدا کلاغ چیه؟ من چجوره بابا؟